این 52 اصطلاح روزمره ترکی استانبولی رو نمیدونستی؟ واقعا؟ ولی اشکال نداره، بیا با هم دیگه تو این ویدیو یاد بگیریم. این کانال 0 تا 100 ترکی استانبولی رو آموزش میدیم. پس این ویدیو رو لایک کن، زنگوله رو بزن، سابسکرایب کن تا ویدیوهای جدیدمون رو از دست ندی. آقا چجوری سلام بکنیم؟ مهمترین و متداولترینش مرحبا، مرحبا یا مربا، مربا. هم توی محیط‌های رسمی هم غیر رسمی قابل استفاده است. دومیش مرحبالار، مرحبالار یا مربالار. این یکی برای جمع یا توی محیط‌های رسمی برای نشون دادن ادب و احترام خیلی زیاد مورد استفاده قرار میگیره. سومیش سلام، سلام. کاملا دوستانه است، برای خانواده‌تون، برای دوستانتون توی جمع دوستانه قابل استفاده است و توی محیط رسمی مورد استفاده قرار نمیگیره. سلامون علیکم، سلامون علیکم، سلامون علیکم. این یه سلام سنتی اسلامیه. الان بین جوونا و توی کوچه بازار خیلی مورد استفاده قرار میگیره. البته بیشتر توسط آقایون، بین خانوما رایج نیست. در جوابش گفته میشه علیکم سلام، علیکم سلام، یعنی بر شما نیز سلام. خداحافظی چی بگیم؟ خوش چاکال، خوش چاکال، یعنی خداحافظ. دوستانه و غیر رسمی ها یه نکته خیلی مهم داره. وقتی شما دارید جمعی رو ترک میکنید به کسایی که اونجا میمونن این اصطلاح رو میگید و حالا اونا چی میگن جلوتر یاد میگیریم. اگه بخواید توی محیط رسمی یا حالا چند نفر رو خطاب قرار بدید و ازشون خداحافظی بکنید میگید خوش چاکالون، خوش چاکالون. حالا اونا در جواب به شما میگن گله گله، گله گله، یعنی به سلامت. خوش چاکال شد غیر رسمی و دوستانه، خوش چاکالون صورت رسمی. در جواب هم گله گله. همچنین میتونیم بگیم الله ısmarladık، الله ısmarladık، یعنی به خدا سپردیم، که به صورت غیر رسمی مورد استفاده قرار میگیره. یا بگیم الله‌ها امانت، الله‌ها امانت، یعنی خدا نگهداره. هم به صورت رسمی، معمولا بیشتر به صورت غیر رسمی مورد استفاده قرار میگیره. کندینه ای باک، کندینه ای باک، یعنی مواظب خودت باش، که به صورت غیر رسمی هستش. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. یعنی مواظب خودتون باشید. هم به صورت رسمی هم غیر رسمی برای جمع یا بیش از یک نفر مورد استفاده قرار میدیم. Görüşürüz. Görüşürüz یعنی میبینمت. به صورت غیر رسمی مورد استفاده قرار میگیره. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere یعنی به امید دیدار. هم به صورت رسمی و هم به صورت غیر رسمی هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. Sağlıcakla kal. Sağlıcakla kal یعنی در سلامت بمان، که به صورت رسمی و غیر رسمی مورد استفاده قرار میگیره. البته میگیم sağlıcakla kalın به صورت رسمی. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar یعنی سفر به خیر. هم به صورت رسمی هم غیر رسمی برای کسی که قصد مسافرت داره میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. مهمتر از همه چجوری بگیم بله، evet، evet. حالا چجوری بگیم نه، hayır،
هایر. حالا چشاتو ببند، فکر کن صبح شده. چجوری بگیم صبح بخیر؟ günaydın. günaydın. حالا میخوایم بگیم ظهر بخیر. tünaydın. tünaydın. این اصطلاح کمتر مورد استفاده قرار میگیره، ولی مورد استفادهش بین ساعت 12 تا غروبه، یعنی ساعت 5 الی 6. iyi akşamlar. iyi akşamlar. خیلی کاربردیه. عصر بخیر. از بین حوالی ساعت 4-5 تا حدود 10 شب مورد استفاده قرار میگیره. iyi geceler. iyi geceler. شب بخیر. جهت خداحافظی تو شب یا شب بخیر مورد استفاده قرار میگیره. حالا فکر کن مهمون اومده خونت، میگیم hoş geldin. hoş geldin. یا اگه جمع بود یا رسمی بود میگیم hoş geldiniz. hoş geldiniz. خوش اومدید. در پاسخش چیزی رو میگیم که توی فارسی ما نداریم معادلش رو. میگیم hoş bulduk. hoş bulduk. معنیش میشه یعنی خوش دیدیم. اما تشکر هستش از بابت لطفی که صاحب خونه بهمون داره. اصطلاحی که آچار فرانسه است دیگه. تمام. تمام یعنی باشه، حله، اوکی. جهت پذیرش، موافقت و نشون دادن فهمیدن موضوعی هم میتونه به کار بره. چجوری حال کسی رو بپرسیم؟ nasılsın؟ nasılsın؟ چطوری؟ که به صورت غیر رسمی مورد استفاده قرار میگیره. برای رسمی و پرسش از جمع nasılsınız؟ nasılsınız؟ در جواب اگه خوب بودیم iyiyim. sen nasılsın؟ iyiyim. sen nasılsın؟ خوبم، تو چطوری؟ البته برای رسمی میگیم iyiyim. sağ olun. siz nasılsınız؟ iyiyim. sağ olun. siz nasılsınız؟ خوبم، زنده باشید، شما چطورید؟ ای احوالمون بدک نبود. fena değilim. fena değilim. بد نیستم. که بد بودیم iyi değilim. hiç iyi değilim. اصلا خوب نیستم. میبینیم داره کار میکنه. میخوام بهش خسته نباشید بگیم. kolay gelsin. kolay gelsin. خسته نباشید. ولی یه نکته خیلی مهم داره. معادل ترکیش یعنی آسون بیاد. ما این عبارت رو به کسی میگیم که کاری رو داره شروع میکنه یا میانه انجام اون هستش، نه بعد از پایان کار. دقت داشته باشید. عبارت بعدی afiyet olsun. afiyet olsun یعنی نوش جان. این کلمه عافیت باشه رو ما برای غذا خوردن استفاده میکنیم. که حموم کرده باشه چی میگیم؟ میگیم sıhhatler olsun. sıhhatler olsun یعنی عافیت باشه. رسمی و غیر رسمی بعد از حموم کردن، اصلاح صورت یا هر گونه فعالیت و نظافت شخصی. براش مشکلی پیش میاد، خونه‌ش آتش میگیره، تصادف میکنه، میگیم geçmiş olsun. geçmiş olsun یعنی خدا بد نده. برای ابراز همدردی و آرزوی بهبودی سریع برای کسی که بیمار شده و یا حالا براش مشکلی پیش اومده. یکی عطسه میکنه و ما میگیم çok yaşa. çok yaşa یعنی عمر طولانی باشه، عافیت باشه. توی فارسی میگیم عافیت باشه. جواب چی میگیم؟ میگیم hep beraber. hep beraber یعنی همگی با هم. میتونیم بگیم sen de gör. sen de gör یعنی تو هم ببین، تو هم تجربه کن، که به صورت غیر رسمیه.
بریم معذرت خواهی بکنیم. affedersiniz یعنی ببخشید. کاربردش کجاست؟ برای جلب توجه، مثلا تو خیابون میخوایم آدرس بپرسیم یا میخوایم گارسون صدا بزنیم، یا برای عذرخواهی وقتی که باعث ناراحتی کسی شدیم، یا برای درخواست اجازه، مثلا میگیم میتونیم اینجا بشینیم. شکل دیگه ای از عذرخواهی کردن، پاردون یعنی ببخشید. برای جلب توجه، مثلا پرسیدن ساعت. برای معذرت خواهی کردن، مثلا ببخشید به شما برخورد کردم. برای عبور کردن، ببخشید میتونم رد بشم. برای عدم شنیدن، ببخشید چی گفتید؟ کوسورا باکما یا کوسورا باکماین، حالت رسمی ترش. کوسورا باکما حالت غیر رسمی یعنی معذرت میخوام. برای عذرخواهی کردن درخواست بخشش، یا مثلا وقتی کسی داره صحبت میکنه و مثلا صحبتشو قطع میکنیم میتونیم استفاده بکنیم. یا بگیم özür dilerim عذر میخوام. به صورت رسمی و غیر رسمی برای درخواست بخشش به خاطر خطا یا اشتباهی که انجام دادیم. üzgünüm یعنی متاسفم. برای بیان پشیمونی، ناراحتی و عذرخواهی کردن. önemli değil یا bir şey değil. سه تا کاربرد داره در پاسخ به عذرخواهی، بی اهمیتی به موضوع، یا در پاسخ به تشکر شخصی که هدیه یا کاری رو براش انجام دادیم. مهم نیست یا قابل نداره. sorun yok مشکلی نیست. حالا برای تشکر کردن از چه عباراتی میتونیم استفاده بکنیم؟ اولیش teşekkür ederim یعنی متشکرم. هم به صورت رسمی هم غیر رسمی مورد استفاده قرار میگیره. نگید teşekkür ederim. یا میتونیم بگیم teşekkürler یعنی سپاسگزارم، که به صورت غیر رسمی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره. ساول یعنی سلامت باشی، ممنونم، که حالت غیر رسمی داره. برای حالت جمع یا حالت رسمیش ساولون سلامت باشید، ممنونم. خیلی دوستانه و خیلی صمیمی، مرسی. ellerine sağlık برای تشکر از شخصی که کاری رو برامون انجام میده، غذایی درست میکنه یا یه کاری رو با دقت و مهارت برامون انجام میده، ازش به این شکل تشکر میکنه. و حالت رسمیش ellerinize sağlık یعنی دستتون درد نکنه. برای جمع یا حالت رسمی. عبارت کاربردی rica ederim یعنی خواهش میکنم. رسمی و غیر رسمی. مرسی که تا اینجا همراه هم بودید. منتظر ویدیوهای جدید و جذابمون باشید.